درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتار 48. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخار وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. دایره ادبی خطلان زمین در عصر 19 و ابتدای عصر 20 شاعران زیادی را به کمال رسانیده است. اکثر آنها در بخارا تحصیل کرده سپس به زادگاه خود برگشتند و به حیات ادبی خطلان وارد گشتند. ناصح کولابی، حاجی حسین کنگورتی، رحیمی، حاجی محمود خواجه بلجوانی، ملا رجب، میرزا قدم مجرم راغی، مزراب خان خاطری و باز بسیار دیگران از آن جمله اند. این شاعران در رشد و تکامل ادبیات این دوره حصه بی‌نظیر خویش را گذاشته با آثار گرانبهای خود در بلند بردن ذوق معنوی اهل جامعه تأثیر مثبت رسانیده اند. شمس‌الدین شاهین از ستاره‌های درخشان ادبیات فارس و تاجیک آخر عصر 19 می باشد که نام او به واسطه نام پدرش ملا امان که از دانشمندان و مدرسان مشهور بخارا بوده است با نام کولابی علاقمند است. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک چنین فرمودند: پدر شاهین ملا امان نام کولابی است. از وطن اصلیش به نیت تحصیل علم به بخارا آمده در اینجا توطن و ازدواج کرده. شاهین در بخارا تولد یافته و کسب و کمال نموده است. در ستایش سخن گوید: سخن هست عنقای این روزگار که از او نام ماندست و آن نیز خار. سخنور در این عهد چون کیمیاست، سخن مهرگویی سخنور وفاست. سخن را در این عهد توقیر کو، بروی سخن غازه جز قیر کو. سخن سنج را جای آرام نیست، بزیر اندرش فرش جز دام نیست. سخن را که سجنش مجالیس بود، بسیجن است آن کو معانیس بود. چو طوطی که هرگه سخنور شدی، ز صحن چمن در قفس در شدی. نجوید چو جوید ز مسجون کسی، نبیند چو بیند بکاهد بسی. مگر مستمند
ز همگوهرش نهد پای تیمار در بسترش. چو پروانه با آتش افسانه است، هم افسانه با او که پروانه است. اگر چوغ رو در خرابی کند، دیگر چغدکش هم رکابی کند. سخندان کند با سخندان پسیج، که خواهد زدن مار با مار پیچ. کی را زهره تا دست با او برد، که دیدن همان زهره بر وی درد. سخن آن چنان است با خلق خار، که نبود چنان خار دندانی مار. سخن خوار از آن است حفوت عزیز، که نبود ز حفوت سخن را تمیز. صدا کز رهی نای خیزد بلند، سخن غیر از آن با کی افتد پسند. کی آگه که این اسم را شخص کیست، چه لفظ است این اسم و معنیش چیست. بود نظم مخصوص قرآن، ولی جز آن نظم هم باشدش محملی. و قرآن همی معنی دیگر است، که آن معنی این نظم را مصدر است. یکان بر زبان ها رود حرف حرف، یکی نی تغییر پذیرد نه صرف. از آن شد به ملت خلاف عظیم، یکی حادثش خواند دیگر قدیم. سخن نیز معنی دیگر دروست، مگر آبگینه که گوهر دروست. سخن را به ظاهر نباید شناخت، که ظاهر پرستی بس فتنه ساخت. تسنید. شنیدم اوانی ز عباسیان، که نفرین بران باد و اعوان آن. غلو داشت بر مذهب اعتزال، همی راند از خلق قرآن مقال. ز هر سو مشایخ به مجلس بخواند، سخن وانگه از خلق قرآن براند. وز ایشان در آن قضیه جست اعتراف، نیوشید پاسوخ ولی برخلاف. بفرمود تا خنجر افراختند، سری بی گناهان بدار آختند. چو بر پوست پیچید آن تیر مغز، غلط پوست برکند از آن قوم نغز. ببین تا سخن را چی منسوب هاست، چی سان از سخن در سخن ماجراست. سخن شهسوار و هوا اشقر است، به این اشقرش رو به هر کشور است.
سخن با هوا گر تموج کند، در اطراف عالم تفرج کند. به هر سو که این خسروی ملک جان، دهد خیزران سبا را اینان. بود بهر او منزلی ساخته، ز هر کوش کاشانه پرداخته. چو از ره کند رو به منزل همی، زند تکیه بر مسند دل همی. سخن پادشاهی است کشور ستان، که کشور ستاند به حرف روان. تمثیل. امیری شنیدم که یک چشم داشت، که بر عز و جاهش فلک خشم داشت. برو سوده کعب علم برکشید، دواج از بر و تاجش از سر کشید. عدو بر سری تخت یک چشمه رفت، که از چشم یک چشمه 100 چشمه رفت. چو زد لیک بر تختی زرینه گام، به سبلت ز یک چشمه پرسید نام. بگفتش مرا بخت در نکبت است، بری نام برعکس آن دولت است. بخندید لنگو به تبت بگفت، مرا کوری دولت آمد شگفت. بگفتش که کور است و هم کور باد، که در پیش لنگ به پای ایستاد. چو دانا دل نکته از وی شنید، ز صف نعالش به مسند کشید. حصاری که از وی بساری ستاند، به حرف دگر باره با وی نشاند. سخن را به پیشینگان قدر بود، نه این کفشکن منزلش صدر بود. بساریند کو نکته خوش بزد، به بزم شهان جامی بی غش بزد. تمثیل. یکی از سلاطین دیرین گهی، گذر کرد بر نخله انبوهی. که بنشانده پیریش از نو به خاک، به تیغ همی کردش از حشر پاک. بدو گفت ای پیر دیرین سال، بدین عمر کی برخوری زین نهال. خود این نخل را عادت این است و کار،
پس از 20 سال آورد برگ و بار. چنین گفت دهقان دانشورش که گر من نخوردم خورد دیگرش. چو خود خورده برگ پیشینگان درخت پسایندگان را نشان. پذیرا شد این نکته با شهریار ببخشید با او درم 10,000. دیگر باره گفت آن کهن خرددان که ای دست تو غیرتی بچگان. به قرن درختی که می داد بر بشد حالی از یمن تو باربر. شهنشه ز حرفش چنان گشت شاد که بازش 2 چندانی اول بداد. سخن نخلی پربار بود از نخوست کنون شاخه بشکست و شد ریشه سوست. از این شاخ هر کس ثمر می خورد چو ریشه به گردن تبر می خورد. گرفتم سخن گستری هوشمند که انگیختی از نی خامه قند. به این قول مجموعه گسترد که هر نظم آن آب گوهر برد. سرانجام پاداش چون برنهند که با گوهری نقد گوهر دهند. گزارند قیمت به بیت 1000 خیاری آن هم به چندین خیار. به این فرقه خارند اهل کلام چو بوی سمن در مشام زکام. ندانند قدر هنرمند را چو صفرا دمان لذت قند را. به تحسین اشعار پیشینگان همی بینم انگشتشان بر دهان. اگر نکته جویم بر آن آفرین بگویند شعری هلالی است این. تمثیل. یکی از ندیمان من بیگهی حکایت چنین کرد از ابلهی که در محفل دیشب از بانگینای همی زد گریه اشک تلخش بجای. ز آهنگ نی آنقدر می گداخت که در آب گویی شکر می گداخت. چو سیمای او بود برهانی جهل به وجدی که می کرد بنمود عقل. شگفتم فزون شد که تحقیق ساز ندانسته چون او فتد در گداز. بجستم از او که بر این شعله دود چه نام است که این شعبه مطرب سرود. جوابم چنین داد که خیره رای به سوری ندیدی مگر سورنای. بزد دست بر دست کین یاوه کیست که نی را ز من نام پرسد که چیست. همانا برم این چنین احمق است که می بینم این
بزمی بی رونق است. مرا حرف او بر دل آمد گران، به نفرین چو الماس کردم زبان. من آشفتم نیز آشفته شد، سخنها به آشفتگی گفته شد. فرو جستم از جای خویش او به جای، من از نای بگرفتمش او زی پای. چنان سودمش نای زنگشت کین، که می گفت نایی به من آفرین. ز شومی آن بی خرد صحن بزم، غرض پهن دشتی شد از بهر رزم. تو را گر بود دعوی آبروی، به دعوای این قوم حجت مجوی. الف را الف گر کنند اعتقاد، به این گاو مردم مکن انقیاد. یکی پنجه ورنه ز فولاد کن، یکی بازو از شاخ شمشاد کن. نخستین که در مجلس آری سخن، به مشت سری خصم خود برشکن. خدایا بر این قوم توفیق ده، سلوکی به هنجاری تحقیق ده. چرا ابله خرده سال هزار، بود به ز نوزاده هوشیار. چرا گفته زندگان باطل است، کمال سخن مردن قایل است. چرا گر کند شاعر کف غیب، بود شعر او خالی از نقص و عیب. سخن را ولایت نگردد دلیل، که هر یک جداگانه دارد سبیل. نشاید سخن با ولایا ستود، بسا کس ولی بود و شاعر نبود. پیمبر که همت به هر فن گذاشت، سری آشنایی به این فن نداشت. ولی نیز اگر شعری زیبا بگفت، بر او نیست ربطی ولایت شگفت. مرا بین که در مدت عمر خویش، نرفتم به مسجد دو سه بار بیش. چنان گسترم شعر معجز بیان، که سری ولی عاجز آید از آن. غلط گفتم این فال از آن قرعه است، و آن ساغر این باده ته جرعه است. مرا گر در این پیش دست رساست، هم از دست یاری سعدی بخواست. واقعه نومیه. واقعه‌ای که در خواب دیده است. در آوان طفلی که از ضعف رای، نمی کردم از فرق سر فرق پای. یکی روز بر عادتی کودکان، به هر گوشه چون گوی بودم روان. چو از لعب طفلانه پرداختم، به زانوی مادر سر انداختم. مرا دایه خواب بحری فراخ، بمالید افیون اندر دماغ. در آن غفلتم آگهی یار شد، خرد گفت اینک تو را کار شد.
شنیدم که چاووش قدسی پیام همی گفت هان سوی ایمن خرام. قدم چون نهادم سوی راست راست که خود رستگاری رهی راست راست. یکی باغ دیدم برآراسته چو بستانی سعدی و بپراسته. در او هر طرف خلقی از خیل خیل روانه چو بر بیشه از کوه سیل. به دنبال ایشان فتادم چو گرد به دنباله رهنورد. به زیر درختی چو گشتیم جمع بدان سان که پروانه بر گرد شمع. یکی مرغ دیدم به شاخی از آن نشسته چو بر جسمی نازک روان. از آن جمعی انبوه هر کس که هست سوی او به تکبیر می برد دست. همی دیدم آن مرغ دانا نهاد به دستی کسی دستی بیعت نداد. من از گوشه دست کردم دراز به چنگی من آن مرغ آمد فراز. ز هر گوشه برخاست بانگی بلند مبارک تو را دولتی ارجمند. تو شاهینی ای کودکی رستگار کنی طایری طبع سعدی شکار. سراسیمه برجستم از جای خویش بدیدم به دستی پدر پای خویش. دل اندر برش در تپیش زین گمان که بر من رسید از سگان چیزیان. بپرسید که روشنایی چشم مگر بر تو آمد ز کابوس خشم. مرا آنچه آمد چی واقع چی فرض رساندم به سمعی شریفش به عرض. پدر چون به خوابم تأمل نمود بر آن تهنیت برفزود. به تعبیر آن خوابی فرخ اثر فرو ریخت از درج گوهر شکر. چنین گفت بر مادرم کی عجوز قرین گشت شامی امیدم بروز. امیدی که این سبزه بستان شود نویدی که این قطره عمان شود. یکی روز بینی که این موری لنگ سری اژدهایان بکوبد به سنگ. زبانش چو سعدی به تیغی بیان بگیرد کران تا کرانی جهان. به سعدی چه حالت که آمد پدید از این اختری سعد گردد جدید. فلک خرقه او بپوشد برین که بر فرق مه افشرد آستین. اگر چند عمرم به 70 رفت کنونم غمی پیری از یاد رفت. عزیز مرا گفت سر نهفت وزان سیر مرا بود دایم شگفت. کنون راست شد آنچه او گفته بود غلط مهره گفتم که دور سفته بود. چو مادر بپرسید از او سر حال چنین کرد آن پیر دانا مقال. شنوندگان ارجمند،
شما گفتار 48م را از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.